هلو بچه‌ها، امروز قراره با هم یه پروژه جدید رو معرفی کنیم. اسم این پروژه استنه. تو این ویدیو قراره که قدم به قدم ببینیم چطوری پنل استن رو روی ریلوی راه اندازی کنیم و در نهایت باشه پنل مدیریت کانفیگ داشته باشیم. بریم سراغ آموزش. اول وارد سایت اتمیک میل میشیم و یه دونه اکانت میسازیم. بعد از اینکه اکانت رو ساختیم، اگر اکانت گیت هاب دارین میتونین از همون استفاده کنین یا اینکه اکانت جدید رو بسازین. روی ساین اپ میزنیم و ایمیلی که از اتمیک میل گرفتیم رو باش اکانت گیت هاب میسازیم. حالا وارد لینک گیتابی که داخل کپشن گذاشتم بشین. پروژه رو فورک میکنیم و روی کرییت میزنیم. وارد سایت ریلوی میشیم و یه دونه اکانت با حساب گیتابی که ساختیم میسازیم. برمیگردیم به پروژه و روی Deploy on Railway میزنیم و وارد سایت ریلوی میشیم. اگه اینجا پروژه واسه دپلوی نیومد، خودتون دستی لینک گیت هاب رو کپی و پیست کنین و روی دپلوی بزنین. صبر میکنیم که تموم بشه. وارد بخش ستینگ میشیم و یه خورده میایم پایین. روی جنریت دامین میزنیم و وارد دامینی که داده میشیم. خب حالا اکانتمون رو میسازیم و وارد میشیم.
وارد بخش کاربران میشیم و کاربر جدید رو میزنیم. اینجا میتونیم میزان مصرف، حجم، مدت اعتبار و تعداد IP متصل رو مشخص کنیم و بعدش ذخیره کنیم. روی آیکون QR میزنیم و کانفیگمون رو کپیش میکنیم. وارد ویتوری میشیم و پیستش میکنیم و میتونیم بهش وصل بشیم و استفاده کنیم ازش. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و براتون مفید بود میتونین ما رو به دوستاتونم معرفی کنین.